تمرین اینا با همراه برادران اومد و فردا ما رو بازی مهم انتظار است با دسته کره جنوبی. برادران انمی استادیوندا برگزار میگرده. ما چی گفتیم کسانی که مخلص فوتبالن اینا مرحمت بیان اینا استادیون. سلام علیکم دوستان عزیز، مخلصان گرامی قدر. فردا ما رو بازی تقدیرساز، بازی مهم انتظار است در ورزشگاه مرکزی بنیادکار تیم منتخب تاجیکستان با تیم منتخب کره جنوبی ساعت 5:00. همه شما رو انتظاریم. ما با کمک شما نیاز داریم. تاجیکستان با پیش. انا دوستان عزیز، این حال ما در استادیون بنیادکار رئیس استادیون بنیادکار هم بله اینا جوانمون در اینجا مشق دارم. تمرین کردن مشق کردن اینا بله چیکار کنیم کام کنیم. دوستان عزیز مخلصای گرامی قدر، در دو بازی که آمده شما دستگیری کردید با همراهی بابی رجب با همراهی برادر خضرجان ما، هم وقتی در بازی تیم منتخب آمده دستگیری میکنن بسیار دستگیری خوب کردیم و فردا ما رو بازی مهم انتظار است با دسته کره جنوبی. خدا خواهد اگر ما دست بالا شیم خیلی عالم گلیسان میشه. ما با کمک شما خیلی نیاز داریم. مردم مسچو بچهای مسچو بچهای خوجان و تاجیکانی که در تمام کره زمین هستین، اگر امکانیت آمدن داشته باشین حتما فردا ساعت 5 بیگو در ورزشگاه بنیادکار برگزار میگردن. بازی مهمه، اومده بیاین همه کسا دستگیری کنیم. تاجیکستان با پیش. گپ نیست اینا برادرها تمرین کردن. انا که ما مقصد بنیادکار حال شما در نشون میتونم استادیون بهترین حال بست. اینجا هم استادیون بنیادکار جای تمرین شه برادرها. جای تمرینش مقصد که اینجا مشق میکنن. سلام دوستان عزیز، برادرای قدردان. امروزه برنامه ما فقط درباره ورزش سخن میگیم، فوتبال. یعنی ما استادیون بنیادکار داریم اینا برادران. اینا بهترین استادیون اینه. ما چی گفتیم کسانی که مخلص فوتبالن اینا مرحمت بیان اینا استادیون دا فردا تاجیکستان جوانا 20 سالا فوتبال دارن. یک جای تماشا میکنیم ان شاء الله که آمادن جای نمایان اشغال میکنن. میریم تماشا. اینا جوانای ما تمرین کردن اینا برادرها. استادیون امروز روزی تمرین. اینا با همراه برادرها اومده همینجا. همه شما رو فردا انتظار میشیم بیاین یک جای از هر جمع تماشا میکنیم. نام استادیون با یک بار دیگه میگم بنیادکار ازبکستان شهری تاشکند. سربلند باشه.